به نام خدا سلام، اینجا براکت نقده و میخوایم به مهمترین فیلم‌های جشنواره فجر بپردازیم. این اپیزود به نقد فیلم 2 روز دیرتر اختصاص داره. مهمان من محمد قربانی. خب محمد، 2 روز دیرتر نظرت چی بود؟ خب این فیلمیه که روایت فتح ساخته و فارابی. نیتش هم نیت خیریه دیگه، در واقع فرزندآوری بسازیم، مسئله جمعیت هم که داریم. این خیلی جالبه. بسم الله. فیلم ریپورتاج فرزندآوریه، بعد روایت فتح پولش داده. چه شکلی؟ خیلی جالبه. یعنی اینم در سطح سوال برای من باقی میمونه دیگه. و سوالم بی جواب‌تر میشه وقتی به متن میپردازم، وقتی اثر رو میبینم. اثر از همون صحنه اول، از همون سکانس اول برای من تموم میشه. چون نمیتونه موقعیتی بسازه، نه کارگردانی داره، نه تدوینیه که برای من شخصیت در بیاره و آدم بسازه. شوخی‌هاش هم شوخی‌های مبتذلیه که 1 میلیمتر جلوتر نمیره از سینمای کمدی آبگوشتی خودمون. و کجا برای من تموم میشه و من با فیلم خداحافظی میکنم؟ جایی که پیرزن 100 ساله فیلم که جشن تولد براش گرفتن، کلش میره تو کیک و میمیره. و اینجا ماجرا راه میفته دیگه. و حالا اون با بزرگه که مونده داره سعی میکنه که تشویق کنه بچه‌هاشو به فرزندآوری. خب ببین، ما تکنیک و کارگردانی و فیلمنامه و اینا که ابداً نداریم. هیچ، صفر. یعنی اصلا نمیشه وارد شد و دربارش صحبت کرد. چرا من دوست دارم درباره این فیلم حرف بزنم؟ چون میخوام یه دردی رو نشون بدم، یه گسلی رو نشون بدم که خیلی خطرناکه توی سینمای ایران. ما قراره که درباره فرزندآوری فیلم بسازیم. این مسئله آیا برای من مسئله مهمی هست یا نیست؟ درسته؟ اگه مسئله مهمیه، نباید سفارشش رو به فیلم سازی بدیم که معروفه به این که فیلم هایی میسازه که از فیلم فارسی همیشه عقب‌تره. درسته؟ که به ما چی تحویل بده؟ به ما فیلمی تحویل بده که تو امان هم به گذشتگان توهین میکنه، یعنی هم به سنتی های خودش توهین میکنه، هم به نوگراهای خودش توهین میکنه، هم جوونا رو میزنه، هم پیرا رو میزنه، اعتقادات همه چی تقلیل پیدا میکنه به خرافه، نوگرایی هم که خیلی باسمه‌ای و ابلهانه است. حالا تو این جهانی که فیلمساز داره برای من ترسیم میکنه، من چرا باید فرزند بیارم؟ یعنی تو این کشور، تو این مملکت، تو این جامعه‌ای که فیلمساز برای من ساخته، چرا باید فرزندآوری اتفاق بیفته؟ میبینید چه اتفاقی میفته؟ یعنی چاقو دسته خودش رو میبره و ضد خودش میشه. یعنی مسئله فرزندآوریه، چیزی که ما میبینیم بسیار فاصله داره با نیت خیر آقایون، نیت خیر دوستان، و باعث میشه که من بدبین حتی به این هم شک کنم که اصلا نیت خیری از ابتدا وجود داشته. مسئله چیه؟ مسئله بودجه سرگردانه و اینه که تو باید رزومه بسازی 5 سال دیگه برای نمیدونم چه کسی، بگی که ببین من در فرزندآوری هم فیلم ساختم و تو جشنواره هم بردمش. یعنی صحبت کردم، بچه‌ها تو جشنواره هم راش دادن دیگه. با اینکه اگر که اون مسئله‌ای که آقای امینی بهش اشاره میکنه، مسئله تنها معیار کیفیت بودن ورود فیلم ها به بخش مسابقه، خیلی با این فیلم ها و این دست فیلم ها تبدیل میشه به یک شوخی مسخره دیگه. یعنی یه سری روابطی وجود داره، یه سری رفاقت ها وجود داره که تعیین میکنه در واقع چه فیلم هایی تو بخش مسابقه باشن. 2 روز دیرتر از این دست فیلم هاست. اصلا تو رو سرگرم نکرد؟ اصلا. به نظرت میفروشه تو گیشه؟ ببین با وضعیتی که سینما ایران داره بعید نیست این فیلم بفروشه. اما به نظر من فروش آنچنانی نخواهد داشت. ببین ما چه وضعیتی داریم؟ وضعیتی که داریم اینه: ما یک دوگانه داریم، دوگانه سینمای سفارشی و سینمای بی مسئله، حالا اجتماعی، جشنواره‌ای و غیره. توی این دوگانه تماشاگر نمیتونه فیلم خودش رو پیدا کنه و وقتی بی‌دفاعست، انتخابی نداره، اینجا فسیل میفروشه، اینجا هتل میفروشه. و چه اتفاقی میفته؟ این فیلمسازا پشت این فروش قایم میشن که فروش کاذبیه. مدیر سینمایی هم میگه که بله این مقدار ما فروش داشتیم، این مقدار فلان داشتیم، پس ما موفق بودیم. تو همچین فضایی بعید نیست این فیلم بفروشه. پس ریویوت کاملا منفیه نسبت. کاملا منفی. میخوام اون مصداقا رو هم بهش اشاره کنیم. در واقع ما اون عطاری داریم که یه جورایی سنت رو نمایندگی میکنه که اون میخواد مشکل فرزندآوری رو حل بکنه، نمیتونه. بعد اون پزشک رو داریم که در واقع فیلم سمت اون پزشک میسته دیگه، گوهر خیراندیش نقشی بازی میکنه و میگه که اینه که میتونه بچه رو در بیاره. ولی سریع میبینیم که پسرای این پدره همشون مغازه عطاری رو بستن و رفتن تو کار پودرای بادی بیلدینگ و از این حرفا. و این نکته عجیب غریبی دیگه که توی فیلم وجود داره، جالبه که کلا از
فرم و اینا فاصله گرفتیم رفتیم تو مضمون. اتفاق عجیب غریبی دیگه هم که میفته، فیلم میگه که اگر مشوق اقتصادی باشه بچه هست. خب یعنی این زن و شوهر نه به خاطر حالا عشق و علاقه امیدشون به آینده، نه احساس میکنن که یه پولی قرار دستشون برسه امیدوار میشن، بعد پول منقطع میشه، یعنی پول نیست، بعد وقتی که پول نیست به فکر اینه که بچه رو بندازن و خیلی شانسی آخر فیلم ما متوجه میشیم که نه، یه ویدیویی هستش و که میگه این پول برمیگرده. میخوام میگم که اگر این فیلم قراره حتی ترغیب فرزند آوری باشه، به قول تو فیلم کاملا داره به ذات خودش تبدیل میشه دیگه. یعنی اگرم به ذات خودش تبدیل نمیشه، داره اینو میگه به سازوکار رسمی ما که آقا پول بده بچه بگیر، پول بده بچه بگیر. اقتصاد رو هم نمیخواد درست کنی ها، پول بده، یعنی نمیگه چیه رایانه یا اینو یه بارش بده. خب من بیام تو حرفه همین الان تو بیا. یعنی چی میگه؟ یعنی داره میگه که تنها در حالتی امید داشته باش به فرزندآوری که مطمئن باشی یک ارث آنچنانی بهت خواهد رسید. آره دیگه، یک شبه بتونی یعنی اقتصاد نمیخواد درست کنی، یارانه بده. یعنی با شرایط نمیشه. موجود اقتصادی مسئله‌ای نداره ها. یعنی باز دنبال اینه که تو با پول بادآورده یک شبه برسی به بچه. حالا یه سوال دیگه، حالا بیا به نفع فیلم حرف بزنیم. اون لحظاتی که اینا متوجه میشن که حالا بچه تو راهه و اون شخصیت زن یه علاقه‌ای پیدا میکنه و یهو این کاراکتر پسره عوض میشه و در نقش پدر نقش آفرینی میکنه، فکر میکنی که هیچ امکان همزاد پنداری ایجاد نمیکنه واسه زوجای جوان توی فیلمنامه؟ ببین آخه یه چیزیه که مثلا ما به عنوان آدمای چه الیت بشینیم اینجا بگیم نه این فیلم شکست خورده فلان، اوکی بیایم تناقضش رو برملا کنیم که این کارم کردیم، اما جانب مخاطب عام رو هم داشته باشیم که میره تو سینما و اون کسی که مردده مثلا بچه بیاره، بعد یه لحظه میگه این باباه حس خوبی داره، شاید یه مقدارم بیام همدلانه با فیلم صحبت بکنیم. ببین به نظر من فیلمنامه باید چیزهایی رو برداشت کنه که کاشته. یعنی اگر تو قراره که مادری بسازی، پدری بسازی که حالا صدای قلب بچه رو میشنوه عوض میشه، باید یک چیزی از این کاراکتر تا اینجا به من نشون داده باشی، یه چیزی کاشته باشی، یک حداقل‌هایی از انسانیت در این آدم من سراغ داشته باشم که بگم آها این میخوره بهش. اما وقتی همه چی خلق و ساعت اتفاق میفته و به نظر میرسه که همه چی از بیرون اثر بهش حقنه شده و چیزی در درون اثر وجود نداره که اون رو به عنوان یک موجود زنده روپا به من معرفی کنه، این لحظات چی میشن؟ ممکنه که تو سالن رو تو تأثیر بذاره لحظه‌ای، اما بیرون سالن دیگه با تو نیست. یعنی هیچ تصویری، هیچ موقعیتی، هیچ وضعیتی برای تو ساخته نشده و تو این شرایط همه چیز بعد از پایان فیلم به اتمام میرسه و انگار میره توی یک سیاه‌چاله‌ای و هیچ تصویر، هیچ موقعیت، هیچ کاراکتری تو ذهن تو نمیمونه. وقتی من بتونم چیزی از اثر با خودم بیرون بیارم، اون موقع حرف تو اتفاق میفته. یعنی به نظر من این فیلم در دسته‌بندی سینمای سیاستی ولی قابل مطالعه است. سینمای سیاستی چیه؟ سینماییه که در واقع سیاستگزار کلان یه سری اهدافی داره، هر چیزی میتونه باشه. آقا آشغال نریزید تو خیابون، بچه بیارید، نمیدونم با هم دوست باشید، نمیدونم خشونت خیابانی بده مثلا، یعنی نهاد رسمی دغدغه‌ای داره. بعد سوالش اینه که خب من از یک سری امکانهای تبلیغاتی میخوام استفاده بکنم که سیاستگذاری خودم رو تسهیل بکنم. ما به این نوع فیلم‌ها میگیم فیلم‌های سیاستی. این فیلم توی اون دسته‌بندی میتونه بگنجه، ولی خب همونطوری که گفتم حالا ظاهرا که به لحاظ سینمایی شکست خورده است یا حداقل نقدای عمده بهش وارده، بازم دارم فکر می‌کنم که به لحاظ سیاستی ادبیات فیلم دوباره میره روی این که آقا پول بده من بچه بیارم. یعنی ادبیات و سنت هم به قول تو جای شکست خورده، یعنی عطاریه در بوداغون فیلم آگاهانه حجمش میکنه. یه خدافظ شما و گوهر خیراندیشی که میاد یه کاری انجام میده، یعنی اون شخصیت مدرن فلان. حالا این مدرنه کیه؟ این مدرن همین تازه به دوران رسیده های برادرها هستن که مغازه بادی بیلدینگ و اینا زدن، یعنی توی مدرنیته لغزان قرار اتفاق بیفته. خب این هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده و فیلم رو رسما داره میگه که یارانه بده، یعنی پول بده تا من بچه بیارم. 50000 تومان کروبیه دیگه. دقیقاً آفرین. یعنی ادبیات چه میدونم مثلا بچه بیاری توش برکت هست، چه میدونم یه ادبیات استعلایی تر اون شکلی حرف میزنه میگه پول بده. خب اگه قراره که ما یک همچین ادبیاتی رو ترویج بکنیم، خب چرا پول خرج کنیم؟ اون پول بدیم مردم بچه بیارن. ریویو منفیه پس. کامل.
متشکرم. دور زیرتر رو هم دیگه نقد کردیم. با ما همراه باشید به فیلم‌های جشنواره فیلم فرهنگ.